فا ره می فا ره می. سلام و درود دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال روی برتر. ما در این کانال قصد داریم که آموزش بدیم شما چطوری با گوشی که توی دستتونه هر آهنگی که دوست دارید بزنید و از زدنش لذت ببرید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید ویدیویی آپلود کردم شما هم سریع بیایید نگاه کنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید. بریم برای ادامه ویدیو. خب دوستان، در مرحله اول شما باید عنوان کلاویه رو روی دو ره می فا صول لا سی قرار بدید که من توی کانال توضیحاتش رو گذاشتم، آموزش‌های این کار رو هم گذاشتم. برای زدن آهنگ سریال مختارنامه باید نسخه 2023 اورگ رو داشته باشید که میتونید از فروشگاه پلی دانلود کنید و در ضمن اگه نسخه قبلی این برنامه رو میخواید در کانال تلگرامی ما، یعنی کانال اورگ برتر تلگرام هستش که میتونید اونجا برید دانلود کنید. در مرحله اول ما باید ریتم آهنگ رو انتخاب کنیم. در قسمت پرشین بندری میریم و از قسمت P4 پرشین دف رو انتخاب میکنیم و وقتی که انتخاب کردیم تمپو رو میاریم تقریبا بین 80 تا 85 که ما برای اینکه مبتدی هستید به همون 80 قرار میدیم و یه دمو ازش میشنویم. حالا برای اینکه اینجوری گیر نداشته باشه یه ذره ما تمپو رو زیاد کنیم، اون گیره یه جوری حالت طبیعی تری پیدا میکنه. خب این از ریتم ما. اولین سازی که ما مد نظرمون هستش این جاز رو میزنیم و از اینجا یکی از این جازها رو انتخاب میکنیم. این جازی که آخرش DNC نوشته رو انتخاب میکنیم و حالا بخوایم که همون جوری که توی ویدیو بود کلاویه قرار بگیره، ما اینو در قسمت منو از تنظیمات کیبورد تعداد کلاویه رو روی 7 میذاریم که 1 اکتاو میشه. خب حالا که ما این رو روی این گذاشتیم دوباره باید یه ساز دیگر رو انتخاب کنیم. حالا در قسمت P4 یا P5 این ساز رو انتخاب میکنیم. از اینجا توجه داشته باشید که قسمت اسپلیت میکستون روی حالت میکس باشه و از اینجا حالا ما این رو میزنیم، اما باید صدای ساز دومیمون از صدای ساز اولی یا همون جاز بیشتر باشه. برای این کار چی کار میکنیم؟ روی قسمت ست میزنیم و از قسمت که اسم اون ساز هستش اینو یه ذره صداش رو زیاد میکنیم، مثلا روی حدود 146 اینا قرار میدیم که به گوش بخوره، یعنی صداش. اگه دیدید مثلا دوباره صدای مد نظرتون رو نمیشنوید میتونید دوباره برید اونجا و یک کوچولو دیگه صداش رو زیادتر بکنید، یا حتی میتونید صدای جاز رو هم کمش کنید. خب ما به اصطلاح ریتم رو انتخاب کردیم. حالا میمونه دستگاه یا سیستم آهنگ. برای دستگاه سیستم آهنگ هیچ نیازی به دستکاری اون نسخه نیست و روی همون نرمال میتونیم ما آهنگ رو مد نظرمون رو بزنیم. آهنگ چطوری شروع میشه؟ آهنگ وقتی که ریتم شروع میشه میاد از دو، می فا ره می فا ره می. پس چی شد؟ در جمله اول ما میگیم می فا ره می، در جمله دوم میگیم می فا صول لا صول فا می، همین راحتی. و حالا در جمله سوم ما میگیم فا صول لا سی لا صول لا. یعنی این ملودی راحت ترین ملودی هستش که شما میتونید بدون نگاه کردن به نوت بزنید، یعنی اینقدر راحته این ملودی. پس حالا یه بار دیگه میزنیم و با ریتم میشنویم. به همین راحتی که دیدید ما میتونیم این آهنگ رو بزنیم.
حالا شما برای تهیه کردن نسخه کامل این ویدیو میتونید از قسمت تلگرام واسه من پیام بگذارید که من اونجا نسخه کامل آموزش این آهنگ رو واسهتون بفرستم. باید نسخه کاملش رو تهیه بکنید. میبینید که خیلی راحت میتونید آهنگ رو بزنید و هیچ دردسری نداره. منظور بنده از نسخه کامل همون قسمت اوج آهنگ هستش که اصل کار همون اوج آهنگه که دوباره ما میتونیم برگردیم و اینا رو بزنیم و ترکیب زیربنای آهنگ و اوج یه چیزی میشه که تقریبا کلی میشه که ما میتونیم اینو تکرار کنیم، سازا رو عوض کنیم یا ریتم رو دستکاری کنیم، اما ملودی آهنگ هیچ تغییری نمیکنه. این بود از این ویدیوی آموزشی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون میشم این ویدیو رو واسه دوستاتون حتما ارسال کنید. دوستاتون اگه علاقه به ارگ دارن، ارگ زدن دارن، بگید نیازی نیست هزینه های میلیونی بکنید برید ارگ بخرید. میتونید بیاید توی قسمت یوتیوبتون و سرچ کنید ارگ برتر و عضو کانال ما بشید و راحت میتونید از آموزش های رایگان ارگ لذت زیادی ببرید. ممنونم ازتون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. خدا نگهدار.